سلام به همراهان عزیز کوچ‌های ندا و امیدوارم که مرغ و سیب زمینی کاری در خدمتتون هستیم. رسیپی تغذیه رسیپی خیلی معتبر گرفته شده و حالا برای درست کردنش اول این پشتوی مرغمون رو سرخ می‌کنیم. خیلی نمی‌ذارم سرخ بشه، در حد اینکه 3 دقیقه هر طرفش باشه. بعد اینکه دو طرف مرغمون سرخ شدن کنار میذاریمشون و میایم پیاز اضافه میکنیم که همون تابه و پیاز رو تخمیریم. دقت داشته باشین که من هم مرغ رو با 1 قاشق غذاخوری روغن سرخ کردم. اینم الان تو همون مورد تابه مرغ برداشتم و پیاز رو دارم داخلش سرخ میکنم. نیاز به روغن زیاد نیست وقتی سبزی میکنیم. وقتی پیازمون طلایی شدن میایم بهش 1 قاشق پوره مرغ کاری اضافه میکنیم و همراه ادویه‌هایی مثل خود کاری و بادیان این رو هم اضافه میکنیم. تفت میدیم که کاملا عطر ادویه‌ها در بیاد و بعدش نوبت اضافه کردن شیر نارگیله و همینطورم اکایی مرغمه. هم میزنیم کاملا به خورده هم بره، ادویه ها کاملا مخلوط بشه و بعدش مرغمون رو اضافه میکنیم به همراه سیب زمینی و گلکلم. همونطوری که میبینید مرغ و سیب زمینی رو گذاشتیم روشون و همینطور این گلکلمامون رو میچینیم رو. خیلی هم نباید این غذا هم بخوره بخاطر اینکه گلکلم له میشه. بعدش میتونید داخلش یه دارچین بندازید به همراه برگ بو که من پودر دارچین زدم چون دارچین اینجا خیلی تلخه. و بعدش میایم درشون میذاریم و میذاریم به آرومی 4 ساعت پخته شه. برنجمون هم که به صورت کته میذاریم. یه بند انگشت آب بالای سطح برنجمون، مقداری روغن و نمک و یه دمکنی میذاریم روش، میذاریم بجوشه. خورشتمون هم که تو این حالته یعنی پخته جا افتاده، الان زمان اضافه کردن یه فلفل بیبر ترکیه‌ایه و به همراه جعفری و اینه که اونم برای خوش رنگ و رو شدنش. به این شکل میذاریم یه ذره آبش جمع بشه. بعدش آماده سرو. حالا میگم درست کنید و لذت ببرید. من برای دکور کردن برنجشم همون گارنیشش مقداری بادام هندی و خلال تفت میدم، قهوه‌ای میکنم و روش اضافه میکنم. هم درست کنید و لذت ببرید. و در نهایت شد این چیکن اند پوتیتو کاری خوشمزه.